امروز میخوام برم سراغ یه عطر خوش بازخورد و بسیار پرطرفدار از برند لوکس تام فورد. توباکو وانیل شاهکاری از برند تام فورد. اگه روایح تنباکویی رو میپسندید واقعا یکی از بهترین گزینه هاست. بطری که دست من میبینید یه بطری 250 میله که امکان پاف کردن هم نداره. برای همین مقدارش رو توی دکانت 10 میل ریختم تا بتونم تستش کنم. واو، فوق‌العاده سنگین، یونیک، باوقار و مردونه. هرچند توباکو وانیل به عنوان یه عطر یونیسکس معرفی شده، ولی به نظر من بیشتر عطر مردونه‌ایه و برای خانم‌ها اصلاً این عطر رو توصیه نمی‌کنم. رایحه‌اش شاید فضایی رو تداعی کنه که یک فردی در حال پیپ کشیدن باشه، همونقدر تنباکویی و شیک. توباکو وانیل رو به آقایون شیک پوش کت شلواری با یک کت شلوار دارک، کفش چرمی و صورتی اصلاح کرده پیشنهاد میکنم. چند پاف از توباکو وانیل با این استایل واقعا معجزه میکنه. موندگاری و پخش بوی بی‌نظیری داره. پخش بوش واقعا فضا رو پر میکنه. هارمونی تنباکو، وانیل، کاکائو و دانه تونکابین یه رایحه خاص، یونیک و محشر به این عطر داده. در واقع با یه عطر گرم، شیرین و چوبی طرفیم که هر کسی رو مست میکنه. طبق معمول توصیه میکنم حتما اول دکانت تهیه کنید. اگه عاشق دنیای روایح و عطرها هستی حتما پیج من رو فالو کن.